با گرمترین سلام ها و صمیمانه ترین درودها این هفته هم با کامنت در خدمت شما عزیزان هستیم. من هم سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز و امیدوارم این هفته هم کامنت مورد توجهتون قرار بگیره. بابک، تو فکر میکنی به همه مشکلات، بدبختی ها، مصیبت ها، چالش های رژیم آخوندی کامل اشراف داری؟ ابدا چنین ادعایی ندارم، زیرا مشکلات رژیم آخوندی تا الان معادل 3 برابر فاضلاب‌های کل دنیاست. نه من هیچ کسی دیگه این ادعا رو نکردم. اصلا نمیشه که بسیار خوب. الان جدیدن یکی از امام جمعه های خامنه ای از یک مشکلی رونمایی کرده که اصلا در نوع خودش خیلی جدیده، یه مشکل جدیده. ببینیم با هم. ما وقتی میخونیم این گزارش های رشد های اقتصادی را و پله های تعالی را که در این دولت طی شده در این 2 سال خورده‌ای، واقعا اعجاب آور است و آدم از عمق جانش تشکر میکنه. اما نمیشه اونجوری که باید اینا برای مردم گفت. ما تأسفمون اینه. چرا؟ چون اینا رو تو میدون مردم نمیبینن، اما واقعا مردم میخواند اون چرا که انجام میشه در سر سفرهشون ببینن، در میدون ببینن. عجب بابا، این چه رشد اقتصادی و چه تعالی پله‌ای اعجاب آوریه که ایجاد شده. شگفت‌آورم هست، اما نمیدونن چطوری نشونش بدن. نه تو سفره دیده میشه نه تو میدون. چی کار کنه با این مشکل خامنه ای؟ یه مشکل بیخوابی رئیسی بود، یه مشکل یتیمیش بود، یه مشکل هم که دستاوردش قابل شمارش نیست. اصلا نمیتونه نشون بده. تو سفره نیست، تو میدون نیست، رو هواست. ببین مهران، این حرفا مال قبل از رفتن عظما و رئیسی تو بریکسه. الان که رفتن تو بریکس اینجوری نیست. بهت بگم اون دفعه از من پرسیدی چند مدل درمان تو رژیم داریم؟ یکیش پیمان درمانیه. الان رئیسی راه افتاده هر جا چند نفر جمع شدن پیمان میبندن میگه منم وارد شم. از پیمان ماسریخت و دوغریخت و پیمان علی بابا و 42 بغداد و پیمان دزدان جزایر کارایی و پیمان 6 کلاسه های مقیم مرکز و هر جا که چند نفر چند تا کشور جمع شدن این دو جلو در نشسته میگه امضا کن. حالا همین پیمانی که این پوز میده به بقیه کشورها میگن بیاید، میگه بذار ما بررسی کنیم ببینیم به نفعمونه تا بیایم. این میگه اصلا بررسی، میگه فقط اسم منو تو ورقه دهمشم تو ضمیمه بنویسید. حالا این همه پیمان و اینا که رفته توش چه تحولی ایجاد شده؟ خیلی تحول ایجاد شده، خیلی تحول ایجاد شده. الان یک نمونهشو اینجا ببینیم تا ببینی که تحول یعنی چی. توصیه‌ام به همه دستگاه‌ها و ادارات و سازمان‌ها در کشور اینه که در جهت مردمی کردن دستگاه خودتون یک حرکت تحولی رو انجام بدید. نیروهایی رو به کار بگمارید که اونها دیدگاه تحولی دارند، مردم رو به حساب میارن. اگر نیروی تحول خواه نیست، حتما این نیرو رو از جلوی پای نیروهای تحول خواه کنار بزنید تا تحول در دستگاه ها پا بگیره. ممکنه نیروی خوبی هم باشه، آدم خوبی باشه، سابقه خوبی هم داشته باشه، اما الان تحولی نیست. هرچی با او صحبت میکنی کار تحولی انجام نمیده، حاضر نیست که این قدم‌های بزرگ با شجاعت برداره، حاضر نیست که اون تحول رو انجام بده، به میدان به مردم بده، اون چنانی که حتما با نگاه تحولی طرحی نو در. این الان تحول بود یا تهوع بود؟ چند بار گفت تحول؟ ببین خیلی کم عنایتی. تو یک رئیس جمهور تو دنیا بگو در عرض 1 دقیقه 9 بار کلمه تحول استفاده کرد. این رکورد نیست؟ به نظر من بعد از این جمله ضد تاریخی باید تمام دانشگاه دنیا کرسی‌های زبان بذارن کنار، یک کرسی درست کنن فهمیدن زبان نفهمتر این آدم‌های دنیا. ولی همه اینا رو بذاریم کنار، یک تحولش قابل رؤیتی که من خودم دیدم، میتونی تو این کلیپش هم نگاه کنی ببینی که این واقعا تحوله.
عجب بابا. تحول بود یادم. اینسیه خزعلی معاون آخوند رئیسی 7 سنگ بازی کرد. بابا اینا که اونور فمینیست فرود اومدن که. دیدی میگفتن این جواب اونهایی بود که گفتن در نظام ولایت فقیه زنان جایگاهی ندارن. بیا 7 سنگ بازی میکنه. منتها شرط و شروط داره. اولا باید داخل خونه باشه، چون زن در نظام جمهوری آخوندها محلش خونه است. بعدم 7 سنگ بازی کردن مال مقامات رژیم، زنای دیگه هوا برشون نداره. اونا بخوام بازی کنن سر کارشون با گشت ارشاد محسوس و نامحسوسه. فقط معاون رئیس جمهور میتونه یه توپ بندازه. نقشش هم همین 7 سنگ بازی کردن. حالا بکنم تنها کار عملی که تو این 4-5 سال کرده همین دونه چیز انداخت. ولی واقعا ببین قطار پیشرفت آخوند رئیسی تا کجا رفته که همون دستاوردهای اعجاب آوری که میگفت دیده نمیشه الان اینجوری قابل رؤیت شده. نه تنها قابل رؤیت شده، الان من این کلیپ بهتون نشون میدم که صداش هم از همه جا میتونی بشنوی. صدای قطاره. صدای قطار الان نگاه کن. بابک، رابطه خمینی ملعون با دموکراسی و اکثریت آرا و اینا چجوری بود؟ رابطه بین جن و بسم الله. جن و بسم الله. اینو چی میگی تو؟ اینو چی میگی؟ میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. بله میزانه. آره تو که همشو نذاشتی، اینجا یه البته داره، البتهشو بذار تا بفهمی میزان چیه. خمینی این جمله رو که گفت نه تو سخنرانی بعدش، نه روز بعد، توی جمله بعدش به طور واضح دموکراسی رو باز کرد از نظر خودش. بله ببینی مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأیم مخالف باشید باید تو سرتون زد. تا گفتم این شاید مکتبی آقایون مسخره میکنن. مکتبی یعنی اسلامی، اون که مکتبی رو مسخره میکنه اسلام رو مسخره میکنه. اگر متعمد باشه مرتد فطری است و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه. ببین چه هیولایی که حتی فیگور و ژست دموکراسی رو هم نمیتونه بگیره. یه جمله گفت اکثریت و اینا، دلش طاقت نیاورد این هیولای درون ایزد بلا فاصله تا ته مقتول کردن طرف برد. بی خود نیست میگن ابلیس مجسم. بابا یادت اول سال خامنه ای اومد گفت آقا انتخابات داریم تا آخر سال و نمیدونم نمایش انتخابات و اینا، بازارگرمی کرد براش. البته خیلی مسخره دیگه. ببین انتخابات رژیم که همیشه انتخابات بین خودشونه، مردم که حسابشون با انتخابات رژیم مشخصه، اما این انتخابات این دفعه اونقدر مفتضحه که سگ و سیله های خودش هم براش تاقچه بالا میذارن. بعید میتونم که این تنور سردو بتونه با این وضعیت گرم کنه، حتی با آدمای خودش. اختیار داری، گرم کرده چه گرمی، اصلا خمیر نرفته تو جزغاله میاد بیرون. ملاحظه بفرمایید. سلام عزیزان، خیلی برام جالب بود. صبح در خونه رو باز کردم دیدم یه پاکت نامه هست، عکس قاسم سلیمانی، شناسنامه قاسم سلیمانی، نگاه کنی و با تمام صفحاتش. اینا برای دولت هزینه نداره، اینا اصلا هیچ هزینه‌ای نداره. بعدم روی پاکت نوشتن که این نامه از طرف قاسم سلیمانیه که به نیابت از اون رأی بدین رأی بدین. باشه اشکال نداره، ما فقط سرمونه میخارونیم و میگیم که ایشالا خدا از سرتون نگذره. بله شناسنامه‌شو میفرستن در خونه ها، ملت ببینن برن به جای قاسم سلیمانی رأی بدن. یعنی شیوه ابتکار، خلاقیت همه رو با هم جمع کرد.
بذار اول از شوکه در بیام. ببین میگن موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش بستن. خیلی نه که انتخابات رژیم جذاب بود اومدن قاسم سلیمانی هم سنجاق کردن. بابا این ملعون اگه مسئله حل میکرد که شما برای دور مجسمه‌اش یه گورخان پاسدار نمیذاشتید که آتیش نزنه، بعد بیلبوردش رو دور شفاز فلزی نمیکشیدید. یعنی منتظر بودن که تا شناسای بزنن رأی بدن. یادت چند وقت پیش این زاکانی شهردار دزد تهران اومد یه ساختمون رو خراب کنه، زد یه محله رو ویران کرد. حالا الان رفتن کارشناسی کردن، همه اساتید مهندسین راه و ساختمان همه رو جمع کردن، یه ساختمون جدید خراب کردن، فنی اصولی. ببین صحنه رو. الله اکبر، اللهم صل علی محمد و آله. صل علی محمد و آل محمد. زاکانی خیلی کارش تحولیه. ببین اون دفعه که ساختمون خراب کردن زد ساختمان‌های بغلی رو داغون کرد، بعد زاکانی دید تا یک نگاه تحولی برای اینکه اون بحث تحولی رئیسی روی زمین نمونه رفت. این دفعه همون ساختمان‌ها نابود شدن، هم برق مردم قطع شد. یعنی این دفعه دکل برق هم انداخت. این دفعه یه ورژن 6 تا محله رو قطع کرد. آره یه ورژن کارشو برد بالا. به این میگن تحول دیگه. مگه نگفت مسئولین باید نگاه تحولی داشته باشن؟ تحول یعنی چی؟ یعنی اون دفعه هم آدم کشته شد، هم ساختمون خراب شد، در یه تحول این دفعه برق منطقه هم قطع شد. بسیار خب بریم سراغ کامنت یک جمله. بله امتحان من. بابک این چی داره میگه؟ سایز کرونا به مستعار رو نشون میده؟ نه میگه از عمر نظام فقط همینقدر مونده. آها. یه جمله بود دیگه. نه خوشم اومد واقعا. این دفعه واقعا یه جمله بود. بله. دوستان متشکریم از اینکه همراه ما بودید و خدا نگهدار تا هفته بعد. خدا نگهدار شما، شاد و سرفراز باشید.